یک دو. به نام پروردگاری که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد. درود بر همگی. محمد صالح سوزنچی هستم. منو حالا غالبا توی اینترنت به اسم زغال شناخته میشم. گیت‌هابم به اسم زغاله، حالا توییتر من به اسم زغاله. یه برنامه‌نویس بک‌اند هستم. تخصصم بیشتر روی PHP هست و جزء حالا 31مین نفر از فریمورک کیک PHP هستم. 3 سال پیش یک اتفاق برای من افتاد. یه پروژه شروع کردم به اسم خانه فوند که حالا خیلی ها فکر میکنن این یه فروشگاهه، اما یه شبکه است که جزئیاتش رو انشاءالله بعداً مشخص میکنم. شعارش مشخصه: خانه مجازی، راهکاری جامع برای حفظ و گسترش خط فارسی در محیط‌های مجازی و رسانه‌های دیجیتاله و فقط به فوند محدود نمیشه. خط فارسی فاجعه‌ای پنهان در آیتی ایران. موضوع این ارائه در مورد خط فارسیه. قبل از اینکه بخوام به فاجعه‌ای که در واقع فواجعی که داره پیش میفته، لازم هست یک سری تعریفات انجام بشه تا اهمیت خط مشخص بشه. زبان. در تعریف زبان این چنینه: زبان تنها وسیله تفکر و ارتباط انسان است. انسان بدون زبان ابزار تفکر در اختیار ندارد. هر قوم یا قبیله با زبان خود تعامل و تکلم کرده و ارتباط برقرار می کند و بدون زبان ارتباط بین انسان ها میسر نیست. خط. اگر زبان بخواهد ثبت غیر ذهنی داشته باشد، به وسیله به نام خط احتیاج دارد. خط وسیله ثبت تفکر و اطلاعات ماست. خاصیت خط انتقال تفکر بین انسان هاست و از طرفی خط دیرینه ترین روش ثبت و ضبط اطلاعات است. واقعیت اینه که اگه خط به وجود نمی آمد، ما همین الان همین دانش‌هایی که در موردش حالا صحبت می‌کنیم داشتیم و از بین رفته بود، سالهای پیش از بین رفته بود. پس خط خیلی ابزار بسیار مهمیه. نوشتن. اگر ما نتونیم دانشمون رو مکتوب بکنیم، به هیچ درد نمیخوره. ما باید دانشمون رو همیشه مکتوب بکنیم تا بتونیم برای نسل‌های آینده به ارث بذاریم. این اهمیت نوشتنه. اما نوشتن نیاز به یک ابزار داره و اون ابزار چیزی به اسم قلم. قلم وسیله‌ایه که خداوند حتی توی قرآن هم بهش قسم خورده. این بحث اهمیت قلم رو میتونیم از همین نکته به دست بیاریم. اما خط کنونی ما فارسی یا عربی؟ متاسفانه خیلی ها فکر میکنن خط ما عربیه، در صورتی که در واقعیت خط مال خودمونه، مال ایرانی هاست. البته نه همین ایرانی که الان هست، ایرانی که کیلومترها، مایلها وسعتش از عراق شروع می شده تا انتهای افغانستان و در واقع ایران قدیم رو صحبت می کنیم. من 3 نکته فقط میخوام 3 نکته رو اشاره می کنم که آیا این خط عربی یا فارسی. ایام فاطمیه 1 هفته است. علتش کسی میدونه؟ علتش دقیقاً همینه. زمانی که اعراب مطالبشون رو می‌نوشتن، نگارش می‌کردن، اون زمان نقطه وجود نداشته. ایام فاطمیه 2 تا در واقع کلمه هست که شبیه همه: سبعون و تسعون. حالا اگر شما نقاطش رو حذف بکنید، قبلا هم دندانه نداشتن، نقاط رو حذف بکنید، دندانه ها رو حذف بکنید، شبیه هم میشه. این ایام فاطمیه به این دلیله و خودش گواه بر اینه که تا حتی بعد از اسلام، ظهور اسلام، خط عربی
آنچنان هویت خودشو نداشته، خط نبوده و چارتی که خود اعراب از در واقع به وجود اومدن خط عربی پیاده سازی کردن دو حالت داره که شامل خطوط مختلفی بوده که در اون زمان رواج داشته. مبتکر و مبدع خطوط ششگانه مثل سلس، نسخ، مثل نستعلیق، مثل کوفی، ابن مغل ابو علی محمد ابن علی ابن حسین شیرازیه، یه ایرانی. پس اینکه خیلی ها فکر میکنن خط فارسی خط عربیه، از همینجا رد میشه. خط مال خودمونه، خیلی هم پاسش میداریم. اما دو تا فاجعه هست که داره به سرعت پیش میره، هیچ دقت هم بهش نمیشه و متاسفانه خط فارسی رو واقعا در خطر انداخته. اگه خوب به اطرافتون نگاه بکنید، از موبایلتون گرفته، از تلویزیونتون گرفته، از ابزارهایی که فارسی رو ساپورت میکنن خوب نگاه بکنید، خط عربیه. هویت فارسی توشون دیده نمیشه. خط ما هویت خاص خودشو داره. خط ملی ما خط نستعلیقه، چیزی که حالا در قانون ثبت شده. تفاوتش بسیار فاحش مشخصه. ما انواع نستعلیق ها داریم. نستعلیق داریم که توی پاکستان داره استفاده میشه، هیچ کس نمیپسندتش، یعنی ایرانی همون خط رو واقعا نمیپسندن و باید بدونید که نستعلیق عروس خط ها شناخته میشه. متاسفانه این شعر فکر میکنم خطر رو نشون میده. از دل برود هر آن که از دیده برفت. ما هویتمون رو داریم کم کم از دست میدیم. یعنی اطراف رو نگاه بکنید، یه دو نقطه رو زیاد میبینید. در توی تابلوهای روان که اطرافمون زیاد هست، همیشه میبینید یه دو نقطه داره استفاده میشه. بله، الان توضیح میدم. فونت هایی که استفاده کردن سری بیه، این مبحث بعدیه. اجازه میدید؟ نه خب این مال فاجعه دومه آقای استنبول. ادامه بدم؟ اجازه هست؟ این که خط فارسی داره از بین میره کافیه فقط نگاه بکن. توی وب همش داریم تاهما استفاده میکنیم. هویت تاهما هویت خط فارسی رو نداره. راهکار استفاده از فونت با هویت فارسیه. متاسفانه تا 3 سال پیش نداشتیم فونتی که بتونیم توی وب استفاده بکنیم. نشونش هم همین که اگه شما تمام سازمان‌های دولتی رو نگاه بکنید دارن فونت BBC استفاده میکنن. وقتی بهشون میگین چرا از این فونت استفاده میکنید میگه نبود و این یک واقعیت. یه اخطار اینجا بدن، خواهش میکنم فونت یکان برای متن استفاده نکنید. این فونت مخصوص عنوانه. از فونت متن توی وبسایت هاتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. بعد قشنگ میشه در صورتی که وجود نداره شبیهش، ولی به زودی. اما فاجعه دوم که جواب آقای اسفهم بوده، اینها یه دو نقطه است، کافش هم هست، در واقع ته تانیثش هم هست. این متن یه ارگان دولتیه، چرا باید همچین چیزی باشه؟ من به این میگم فاجعه. حالا نمیدونم تعریف شما از فاجعه چیه. چرا توی اینها دیده نمیشه؟ دلیل داره آقای اسفنبول.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما الان در حال حاضر توی ایران داریم اینه که محتوایی که داریم تولید میکنیم اشتباهه. علتش با این خاطره که بیشتر کسایی که دارن محتوا تولید میکنن دارن از ویندوز استفاده میکنن. تا قبل از ویندوز 8.1 روی اکثر ویندوزها کیبورد عربی ست بوده و به این خاطر هست که تمام محتوا، مخصوصا محتوایی که توسط ارگانهای دولتی داره در واقع ایجاد میشه، همه به مشکل میخورن. کمتر از شاید 2 سال دیگه، الان خب اکثرا اینجا لینوکس دارن کار میکنن، روی مک هم کیبورد استاندارد هست، ویندوز های جدید هم در واقع کیبورد استاندارد روش ست شده. هر چقدر خدمتتون تا 2 سال دیگه، تا 3 سال دیگه ما محتوای قبلمون رو نمیتونیم پیدا بکنیم، چه توی گوگل چه توی سرچ های فروم هایی که داریم بحث میکنیم صحبت میکنیم. چون کیبوردمون استاندارد میشه، 2 تا حروف مهم که خیلی توی فارسی استفاده میشه، یکی ی، یکی کاف. این 2 تا وقتی که متن تایپ میکنیم میخوایم سرچ بکنیم دیگه قابل دسترس نیستن، چون کد پیج هر کدوم از این شناسایی هر کدوم از این حروف توی یونیکد با هم دیگه متفاوته. خدمتی که تبدیل به خیانت شد. اکثرا سری فونت هایی که استفاده میشه، این جواب آقای سمبوده، از سری بیه. کسی میدونه چرا سری بی انقدر گسترده مورد استفاده قرار گرفته؟ سری فونت های سری بی اومدن خدمت بکنن ولی در اصل خیانت کردن. حروف ی 2 نقطه، ی مسکوره، ت تنیس، کاف، همه اینا رو به فارسی برگردوندن. ت تنیس رو به هیه برگردوندن. اعداد انگلیسی و فارسی نمایش میدن. خیلی راحته، یک متن رو وارد بکنید، اعداد رو وارد بکنید، فونت سری 20 بکنید، می‌بینید به اعداد فارسی شد. ولی همون فونت رو با فونت گوگل عوض بکنید، می‌بینید انگلیسیه. این چیزی که آقای بهداد پرسیدن چرا اینجا ما ی 2 نقطه نمی‌بینیم، به خاطر همینه. توی محیط گرافیکی استفاده شده. توی محیط گرافیکی از 100% فونت سری بی استفاده شده، به خاطر همین دیده نمیشه. این معضل پنهانیه که وجود داره. خیلی من روزانه حداقل بالای 10 تا ایمیل میگیرم پیرامون حالا فونت یکان و توش هم تاکید میکنن آقا اعداد فارسی باشه. یعنی جامعه عادت کرده که اعداد اتوماتیک، حتی اعداد انگلیسی هم فارسی باشه، در صورتی که اعداد فارسی در یونیکد یک شناسه متفاوت داره، اعداد انگلیسی یک شناسه متفاوت. و اینکه جامعه فکر میکنه اعداد باید فارسی باشه با فونت، اونم به وسیله فونت، یک اشتباهه. برگشت رو دیگه نذاشتم، تمومه؟ ببخشید دیگه ناقص مون. فقط یک نکته رو من بگم، خط مال ماست، هیچ ارگانی قادر نیست این رو درست بکنه مگر اینکه از خودمون شروع بکنیم. هر کس باید خودش رعایت بکنه، مخصوصا شما برنامه‌نویسا. متاسفانه هر چقدر به جامعه بگیم آقا کیبورد استاندارد نصب بکنین، نصب نمی‌کنن. این مشکلی بود که دیروزم توی توضیحات ویکی‌پدیا داده شد. راهکارش اینه که شمایی که برنامه‌نویسی می‌کنید، شمایی که حالا وبسایت می‌نویسید، اینها رو در ورود اطلاعات فیلتر بکنید. اینها رو فیلتر گذاری بکنید و تبدیل بکنید، هم به نفع خودتونه هم به نفع جامعه و آینده. هر سوالی هست من در خدمت. سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم درباره اوایل ارائهتون. گفتین که خانه فونت فروشگاه نیست، درسته؟ دومینش بله. فونت استور .ir. استور به معنی فروشگاه نیست. ای وای، من دیگه حرفی ندارم. استور به معنی نگهداری هم معنی میده عزیزم.
انبار نگهداری هم معنی میده. اینکه جا افتاده تو جامعه ما استور فقط به معنی فروشگاهه نیست. چرا مثلا میگم اندروید برای چی استور زده؟ به خاطر که کنترل داشته باشه روی اپلیکیشن هایی که ایجاد میشه، اپ هایی که توی برای اندروید تولید میشن، وگرنه قصد نداشته فروشگاه را بندازه. من قانع شدم. ممنون از توضیحت. یه 2 سالیه که دارین این ور اون ور این صحبت رو میکنین، با بچه ها با همه تماس گرفتین، صحبت کردید. 2 ساله میگین خانه فونت قراره بیاد، قراره مشکل خط فارسی رو حل کنه. شما چی کار کردین که چه ادعایی دارید میکنین؟ 30 سال نشر رومیزی وارد کشور شده. چه کسی کاری کرده آقای اسفندپور؟ عزیزم من 15 ساله دارم روی این کار میکنم. من منکرش نیستم، ولی بچه‌هایی که فونت دارن طراحی میکنن دارن روی این کار میکنن. نتیجه دید کو؟ نتیجه به ما نشون نتیجه یواش به وجود میاد ولی دارن کار میکنن. شما چی کار کردید؟ جوابش رو شما دارید میگید. یواش، آهسته. من الان چی باید به شما نشون بدم؟ نه شما میای میگی که مریم صافت اریوش کوچیکه من نیست. شما میای میگی فلانی غلط کرده، فلانی بد کرده. شما چی کار کردی که داری داره؟ شما چه صلاحیتی داری که داری داره نقد میکنی؟ نقد میکنم؟ من جایی نقد نکردم، فعلا هیچ نقدی نکردم. بحثی که بوده بحث در واقع خصوصی بوده توی تلگرام با چند تا طراح فون، نه بحث عمومی. من هیچ وقت بحث عمومی نکردم و همچنین ادعایی هم نکردم. اما بحث جواب میخواید؟ باش. به عنوان مثال مریم صافت رو مثال میزنم. مریم صاف ابزاری داره به اسم قلم برتر. امتحان بکنید باش یک متنی رو تایپ بکنید، یک قابلیت داره، امکان اینو میده که اعراب رو جابجا بکنید، نقاط رو جابجا بکنید. خیلی خوبه، این برای گرافیست ها خوبه، اما برای تولید محتوا به هیچ عنوان. برای چی؟ برای که داره اون کد پیج متنتون رو تغییر میده. برای چی؟ برای اینکه قفل گذاشته، اینو به عنوان یک قفل در نظر گرفته. من چیزی که دارم در مورد مریم صاف میگم، مریم صاف شرکتی بوده آیا به اسفندپور، مریم صاف شرکتی بوده که از سال 77 فعالیت کرده. من 3 ساله این که میگم انگوش کوچیکه من نمیشه، این حقیقته. من دفاع میکنم از این حرف خودم. من 3 سال دارم فعالیت میکنم و خود شما هم شاهد بودید. آیا سوزنچین از نادانی شماست؟ به حال هر انسانی ضعف‌هایی داره. من معذرت خواهی میکنم اگر فکر میکنید نادانی منه، من عذرخواهی میکنم. شما که بزرگترید چرا راهنمایی نمیکنید آقای اسفندپور؟ این که من با شما چند 2 سال پیش صحبت کردم، حالا بحثش اینجا نیست ولی چون پرسیدید دارم میگم. 2 سال پیش من با شما مشاوره کردم. تو این 2 سال شما ناظر پروژه بودید، به نوعی در جریان پروژه بودید. الان 2 هفته است اومدید ایران، حرفای خیلی افراد شنیدید. باید می اومدید قبل از اینکه بخواید موج منفی بگیرید نسبت به فعالیت من، باید می اومدید اول صحبت منم من موج منفی نگرفتم. قصد داشتم امروز بعد نهار با شما صحبت خصوصی بکنم ولی شما بحث رو به فیسبوک کشوندین، برام کشوندین. دلیل داشته. من یه چیز میخوام بگم. من یه دلیل داشته، اینم دلیلشو خصوصی میگم، دلیل نداره اینجا. من یه جمله میخوام بگم نرم افزار آزاد کل فلسفهش و معرفتش اینه که آدم‌ها از هم یاد بگیرن. بله. اینکه شما میری دور میزنی میگی به طراحای خط با بگی شماها نمیفهمید، شماها بدون من نمیتونید کار کنید، شماها به من نیاز دارید، این غلطه. این خلاف فلسفه نرم افزار آزاده. آیه اسفندپور همچین چیزی نبوده. من برای شما یه سوال می‌کنم. الان ما حدود تقریباً 15 تا طراح حروف داریم، یعنی به ادعای خودشون که دارن طراحی میکنن. ما هیچ خروجی از اینها نمیگیریم. وقتی هم خروجی که موجود هست همشون مشکل داره. علت چیه؟ ضعفی بوده، ضعف نرم افزاری. وقتی که نمیتونن یه فونتی از صفر به وجود بیارن. آیا حرف من جز این؟ بعد شما میگید از معرفت حرف میزنید. من این حرفا رو خصوصی به اون افراد گفتم. من نمیدونم شما دارید اینجا بیانش میکنید. این معرفته؟
متاسفم. دست شما درد نکنه.